سلام به همه، امیدوارم که خوب باشین. من سحر هستم و اینجا یک ویدیو آموزشی آماده کردم در خصوص نقاشی، تصویرسازی و تابلوهای دکوراتیو که در حال حاضر الان آموزش یک نقاشی رو براتون گذاشتم. امیدوارم که دوست داشته باشین و ازش لذت ببرین. خب من برای اینجا توی این کار از مقوای کنوس استفاده کردم، مقوایی که برای بوم‌های در واقع نقاشی استفاده میشه و تکنیکی که میخوام استفاده کنم تکنیک اکریلیکه. تصویری هم که انتخاب کردم یک تصویر نسبتا ساده هستش و الان در حال حاضر در حال کشیدن یک دختر هستم. من توی این کار بیشتر خواستم که کاملا ساده باشه و از سطح تخت استفاده کردم، یعنی تکسچرم خیلی خیلی کمتره، چون معمولا من تو کارام از تکسچر استفاده میکنم. اینجا برای زمینه کار در واقع رنگ بخش اصلی کارم قرمز هستش و برای بخش پایینی از رنگ آبی استفاده میکنم که بریم جلوتر میبینیم. همونطور که داریم میبینین من برای رنگگذاری کارم اصلا با دیتیل و دقت رنگگذاری انجام ندادم، چون سبک این کار به این شکل هستش که میخواستم یه مقدار از حالت تخت بودن در بیاد. بیس کارم از رنگ قرمز روشن‌تر و روش رو یکم تیره‌تر کار کردم. برای لباس اون خانم هم از رنگ اوکر استفاده کردم که شما میتونید از ترکیب زرد، قهوه‌ای و کمی سفید به این رنگ برسیم. و اینکه باز هم همونطور که میبینید یه بخشای کار رو من یه مقدار حجمی تر رنگ گذاری کردم، چون دوست داشتم اون یه کوچولو حجمی تر بودنه توی کارم بمونه و وقتی خوش میشه جذاب تره. اینجا دارم ترکیب رنگ آبیمو انجام میدم که برای پایین در واقع بک‌گراند دارم استفاده میکنم. همونطور که میبینید رنگ ها خیلی ساده گذاشته میشه. برای موهاش از بیس قهوه‌ای استفاده کردم همونطور که ملاحظه میکنین و بعد روش سری تیرگی ها که رنگ مشکی هستش استفاده میکنم. از قلموی سرتخت استفاده کردم برای موهاش. الان که داریم ملاحظه میکنین رنگ مشکی رو استفاده کردم. برای بیس صورتش من از ترکیب رنگ زرد، سفید استفاده کردم. در ابتدا یک کوچولو هم قهوه‌ای بهش اضافه کردم و به صورت کاملا آبرنگی. بعد اومدم مجددا روش از رنگ صورتی که ترکیب رنگ سفید و قرمز هست استفاده کردم. همونطور که ملاحظه میکنید برای ابروهاش و فرم بینیش به صورت آبرنگی استفاده کردم. بیس اصلیش رو گذاشتم و بعد به صورت خطی از قلم‌های نازک‌تر استفاده کردم و در واقع ابروها و خطوط چشم رو کشیدم. این تصویر این خانم کاملا حالت پوکر فیس داره و من خواستم از تکسچر کمتر استفاده کنم و کاملا کار فلت باشه، چون اون حس بیحالی رو بیشتر القا میکنه. احساس کردم که دوست دارم گونه‌هاشو یکم تیره تر کار کنم. شما هر چقدر که میرین جلوتر هر وقت هر تغییراتی که دوست داشتین رو میتونین اعمال کنین. وقتی که نقاشی رو میکشین از روبرو بهش نگاه کنین، از بالا بهش نگاه کنید، یعنی هی جای نقاشیتون رو تغییر بدین، متوجه ایرادای نقاشیتون میشین. و یه موردی هم که هستش، هر چقدر بیشتر تکسچر اضافه کنید به کارتون جذابتر میشه. بافت منظورم، هر چقدر بیشتر بافت بهش ایجاد کنید کار بامزه تر و جذابتری میتونید ارائه بدین. خطوط تیره به این شکل کار رو جذاب میکنه. من اول رنگ قهوه‌ای استفاده کردم و بعد در واقع فواصل کارتون رو نشون میده. بعد روش از کار یعنی از رنگ مشکی
استفاده کردم و احساس کردم جذاب شده. میگم این کار کاملا کار خطی و صاف و خواستم اون بیروحی صورت خانوم و اینکه کاملا از خطوط تخت استفاده کردم، چون من معمولا توی کارام از کاردک هم استفاده میکنم. قلموم خیلی از بیشتر کارهای من حالت تاچی داره، تاچ قلمو، رد قلمو معمولا روی کارهای من میمونه، ولی این کار رو سعی کردم یه مقدار فلت‌تر کار کنم. دوست داشتم که از اون حالت سادگی در بیاد. تو دستش یک گل اضافه کردم، در واقع یک دسته گل که بتونه به کار در واقع جذابیت بیشتری بده. خب خیلی ازتون ممنونم که تا اینجا که با من همراه بودین. امیدوارم که لذت برده باشین از این نحوه آموزش و اگر که براتون جالب بود ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید. روز خوبی داشته باشین و به امید تمرین ها و طراحی های مجدد.